سلام، چطورین؟ بچه‌ها، من تتو آرتیستم و اومدم امروز به کسایی که میخوام وارد این نه اومدم به کسایی که میخوام وارد این هنر بشن بگم که چه کارهایی رو نباید بکنن که واسهشون مشکل ساز نشه بعدن. اولین موضوع که توی همه زمینه هاست که نه فقط تتو، اینه که برای جنس مخالف شما نباید خدمات انجام بدین، به خاطر اینکه توی ایران هستیم و جزء قوانینه براتون مشکل ساز میشه. انجام ندید برای جنس مخالف، یا اگرم انجام میدید که نذارید تو پیجتون دیگه. مورد بعدی تتوهایی که طرحهای شیطان پرستی دارن یا مسخره کردن انبیا و پیامبر و ایناست. کلا زندانی داره، حبس داره و جرم محسوب میشه. حتی برای افراد زیر 18 سال هم بچه‌ها ممنوعه و این کار غیر قانونیه.